آقای ترامپ روی کار اومدن، برنامه ایشون هم فشار حداکثری هستش که همراستا است با آنچه که شما در برنامه پنجگانه خودتون فرمودید. اگر که ایشون بیاد و با جمهوری اسلامی به هر دلیلی معامله ای بکنه و پای قراردادی بنشینه، اون وقت پیام شما برای مردم ایران چیست؟ چطور میشه این رو به یک امیدواری تبدیل یعنی کرد؟ از ایجاد ناامیدی جلوگیری کرد به یه نوعی. اولا هیچ معلوم نیست که الزاماً به همچین نتیجه برسن. اونجوری که مسئله طرح شده تقریبا غیر ممکن میکنه کار رو، برای اینکه علی خامنه ای این رو به زیر بارش بره. یعنی این فکر کنم بیشتر به خاطر این بود که بگه خب لااقل یه شانس نهایی دادیم بهشون، ولی فکر نمیکنم زیاد امیدوار هستن. حتی خود آقای ترامپ که همچین چیزی اتفاق خواهد افتاد. ولی از این که بگذریم بیایم رو اصل مسئله. ببینید آنچه که الان میتونه یکی از فاکتورها از دید زمانی باشه، چون باز تکرار میکنم یک پنجره‌ای به وجود اومده که بهترین فرصت هست. یعنی هیچگاه تا این حد مردم ایران قوی نبودن، عامل ترسیخته، نظام به شکل عقب نشینیه، بدجور هم تضعیف شده و بنابراین آخرین شانسی است که ما بتونیم به دنیا بگیم که اگه شما نخواین وارد سناریوهای تهاجمی بشید یا حمله به تأسیسات نظامی یا اتمی ایران بشید و اصلا جلوگیری بکنیم از یک نوع بالا رفتن تنش‌ها، بهترین راهی که تا به حال هرگز دنبالش نرفتین و بهترین نیروی جایگزین مردم ایران هستن. البته چیزی که من به همیهنانم بارها گفتم، از منم شنیدید، که ما رو هیچ نیرویی غیر از نیروی خودمون نمیتونیم اتکا بکنیم. البته هزینه برای ما کمتر خواهد بود اگه دنیا با ما همراهی بکنه، از ما حمایت بکنه و در آن واحد مطابق به دنیا بگیم که این خلأ رو میتونیم پر بکنیم. چون یه سوالی است که به شکل مدام از من سوال میشه، ما از کجا بدونیم که پس از این ریزش در کشور شما بحران پیش نیاد؟ سناریوهای افغانستان رو دیدن، سناریوهای عراق رو دیدن. ما بایستی دنیا رو قانع بکنیم که هم توانش رو داریم، هم فرهنگش رو داریم، هم دیسیپلینش رو داریم. تاکید رو واژه دیسیپلین میکنم. بنابراین از دید رفتاری بایستی این رو در عمل نشون بدیم و بنابراین نحوه برخورد ما بایستی ایجاد اطمینان بکنه، نه فقط برای مردم خودمون، دنیا باید به ما اعتماد بکنیم. ما پایه تغییر رو گذاشتیم مردم، بنابراین نهایتا رفتار خود مردم مطرح هست یا نمایندگان مردمی که فعال هستن و فکر کنم این رو میتونیم انجام بدیم، اما باید انجام بدیم. کارزار پنجگانه 5 مشخصه اصلی داره. اولیش این هستش که چگونه میتوان واقعا پشتیبانی بهتری بکنیم از فعالین و کسانی که در داخل کشور دارن تلاش میکنن و بنابراین چگونه میتوانیم جامعه برون مرزی رو به خصوص در این مورد بسیج بکنیم که بتونیم به این مسئله بپردازیم. مسئله بعدی این هستش که تا چه حدی بتونیم تاثیرگذار باشیم در تصمیماتی که در کشورهای غربی نسبت به سیاستشون نسبت به ایران بتونیم از دید جامعه خودمون و نقطه نظر همیهنانمون این رو بیانگر باشیم و بتونیم کاری بکنیم که بیشتر همراه بشن به همون سیاست، نه تنها فشار حداکثری بلکه حمایت حداکثری. مرحله سومش در نتیجه این تاثیرگذاری دولت‌هایی که میتونن در این مورد اقدام بکنن رو همراه بکنیم با این خواست همیهنانمون. مجموعاً این اقدامات تاثیرگذار خواهد بود در ایجاد ریزش بیشتر در نظام و همراه شدن این نیروها با این تغییر کلی. البته این همه در اون مرحله فعلا هست تا مرحله فروپاشی نظام و وارد شدن به مرحله گذار. یک ستون پنجمی هم هست همزمان که روش داریم از حالا برنامه‌ریزی و فکر میکنیم که نقشه بازسازی ایران به عنوان اون به اصطلاح یک طرح آبادانی ایران یا رونق ایران یا ترقی ایران که یه جنبه اقتصادی داره که پشت سر تمام این تغییرات این نیز هست و برای این مبنا همیهنانمون بدونن که مسئله فقط مربوط به یک تغییر شرایط سیاسی نیست، بلکه یک برنامه بازسازی و شکوفایی هم برای ایران داریم و از همکنون فکرش رو میکنیم که به محضی که این شرایط در ایران فراهم شد بتوان آنن این رو به کار گرفت و اقدام کرد. اعلام کردید که حاضرید رهبری دوران گذار و حتی پس از اون رو به عهده بگیرین. منتقدین شما اشاره کردن که چه کسی به شما گفته که در چنین جایگاهی خودتون رو قرار بدین و این نقش رو به عهده بگیرید؟ پاسختون به اینها چیه؟ ببینید به هر حال حالا یکی ممکن بیاد بگه که درصدش چقدره یا تعدادش چقدره. در هر صورت من دارم پاسخگو
پاسخگو هستم نسبت به اون خواسته و اون انتظاری که بسیاری از همیهنانی که به من اعتماد میکنن و این لیدرشپ رو، این رهبری رو قبول دارن، پاسخ اون رو دارم میدم. همیشه هم گفتم قدرت من ناشی از قدرت شماست. شما هر چقدر قدرت بیشتر به من بدید، من بیشتر میتونم براتون کار بکنم. جای دوره نریم. من و تو اگه به کمک همیهنان متکی نبود، شما نمیتونستین آن ایر برید و متقابلا کار خودتون انجام بدیم. رابطه دو طرف است. حالا یه ده ممکن است من تو خوش رو نیاد، خب برای کانال دیگر نگاه بکنن. یه ده ممکن از من خوش رو نیاد، کسی جلوی کسی رو نگرفته، خب برین رهبران خودتون رو معرفی کنین، برنامه کار خودتون هم ارائه بدیم. من دارم برنامه کار خودم رو ارائه میدم، در این موردم رهبری و مسئولیت خودم رو پذیرفتم. بنابراین از دید من به مردم پاسخگو هستم. بنابراین اینجا من رقابتی با کسی دیگه نمی‌کنم، جلوی کسی رو هم نگرفتم، اما پاسخگو هستم در مورد اون انتظاری که از من هست و برای همینه که الان اینجا هستم و دارم با شما و با همیهنانم صحبت میکنم.